اگه دنبال یک روشی که پیشرفت توی زندگی تو از اون حالت خشک و روتین در بیاره، این ویدیو 100% مال توه. بذار یه چیزی رو برات بگم. همه ما یه واقعیتایی توی زندگیمون داشتیم که بعد فهمیدنش میگیم ای بابا اینو که منم میدونستم. دقیقاً میخوام یه واقعیت بزرگ در مورد زندگیمون بهتون بگم. چیزی که همه اسمشو میذارن زندگی، از نظر من یه بازیه که توی این بازی ما به عنوان یک کاراکتر لول 0 وارد میشیم. این تمام بازیایی که الان بازی کرد، مثل GTA، مثل گاد آف وار، مثل رد دد و این بازی نقش آفرینی. دقیقاً زندگی ما هم همینه. خب چرا از این استفاده نمی‌کنیم برای توسعه فردیمون، برای پیشرفتمون، برای رسیدن به اهدافمون؟ چجوری؟ با من همراه باش و تا آخر این ویدیو رو ببین و بهت یاد بدم چجوری مثل یک بازی با زندگی رفتار بکنی. خب حالا بیا بهت توضیح بدم که اصلا کانسپت این کانال چیه و می‌خوایم چی بگیم توی این کانال. فرض بگیرید یک کاراکتر برای خودتون درست کردین، مثل کاراکتر بازیایی که تا الان انجام دادین، بازی نقش آفرینی. خب تو اون بازی وقتی وارد میشی لول 0 و شروع میکنی به لول اپ کردن، لول 1 2 3 4. چجوری؟ با ایکس پی جمع کردن و رد کردن باس فایت ها. خب زندگی ما هم همینه. یکم بهش دقت کنی دقیقاً همینه. مثلا میخوای یه عادت رو توی زندگیت ایجاد بکنی، مثل عادت کتاب خوندن، ورزش کردن، عادتهای خوب. این عادت‌ها میشن اون مأموریتایی که انجام میدی و اون کارهای سختی که قراره انجام دادنش رو متوقف کنی و اون عادتهای بدمون که باعث میشن پیشرفت نکنیم، اونا میشن باس فایت. ایکس پی هایی که ما جمع میکنیم حکم تجربه هامون رو دارن که با انجام دادن مرحله های مختلفی که بعدها قراره توی ویدیوهای دیگه بهتون بگم، اون ایکس پی میره بالا و خب اون ایکس پی بره بالا به تبع چی میشه؟ لولتون میره بالا. اوکی. خب اچ پی مون چیه؟ اچ پی مون توی این بازی سلامت جسم و روحمونه که با ورزش کردن، خواب درست و معاشرت‌های درست، حذف کردن آدمای سمی دورمون، این اچ پی مون میره بالا و هر جا تنبلی بکنیم و هر جا گند بزنیم به مرحله‌هایی که داریم انجام میدیم، اون اچ پی مون کم میشه. ما یک برگه مأموریت داریم. برگه مأموریت مثل یک تقویمه. ببینید ما ویدیوهایی که بعدها قرار بذاریم حالت مأموریت داره. مثلا یک ویدیو مثلا بعدیمون رو در نظر بگیریم، صبح زود بیدار شدنه. خب اون یک مأموریتی که باید انجام بدیم و طی اون انجام دادن مأموریت باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم که بعد من بهتون میگم که چه کاری باید انجام بدیم که با اونا ایکس پی همون میره بالا، لول اپ میشیم و میتونیم اون مرحله رو رد کنیم. خب اگر به تبع تنبلی بکنی، اچ پی بیاد پایین، کوستا رو انجام ندی، ایکس پی نره بالا و لول اپ نشی، نمیتونی اونا رو انجام بدی و خب قاعدتا تو مأموریت شکست می‌خوری. این میشه بیس کار و بعدها توی ویدیوهای بعدی من کامل بهتون توضیح میدم مراحل و کارهایی که باید انجام بدیم. حالا اگه دوست داری بازی زندگی خودت رو شروع بکنی، سابسکرایب کن و منتظر مأموریتایی که هفته‌های آینده براتون میذارم باشین و با انجام دادن اون مأموریت‌ها ایکس پی بگیرین، لولتون رو ببرین بالا و بتونین که اون مراحل و مأموریت‌هایی که توی ویدیو بعدی براتون میذارم رو انجام بدین. حالا که میخوایم وارد بازی بشیم، یه پیش نیازی داره. باید بازی رو نصب بکنیم. یعنی چی؟ چجوری باید بازی رو نصب بکنیم؟ با انجام مأموریت اول که الان بهتون میگم، بازی برای شما نصب میشه و به عنوان یک بازیکن وارد بازی زندگیتون بشین. خب چه کاریه؟ یه برگه در بیار و بالاش بنویس که اصلا کجای کاری داری، چی کار میکنی با خودت، چه چیزهایی دارن تو رو اذیت میکنن، چه چیزهایی تو رو از هدفات دور میکنن، چه چیزهایی خوشحالت میکنن، چه چیزهایی باعث پیشرفتت میشن و ازت میخوام کل کاراکتر خودت رو ارزیابی بکنی و با اون سوالات جواب بدی و با صداقت کامل میخوام که جواب اون سوالا رو بدی، چون قرار خودت رو بشناسی و با شناختن خودت بازی برای تو شروع میشه و این پیش نیاز برای بازی‌های بعد. تا وقتی اینو انجام ندی به هیچ عنوان نمیتونی مراحل بعدی رو طی بکنی. اگه دوست داری این بازی رو شروع بکنی، همین الان توی کامنت ها بنویس که من به عنوان بازیکن وارد بازی شدم و مرحله اول رو گذروندم. بازی زندگیت از همین الان شروع میشه و منتظر مأموریت بعدی باش.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing.